فیلم نامحدود یا لیمیتلس رو دیدید؟ اگه دیده باشید حتما یادتونه که شخصیت اصلی این فیلم یه بالش مخصوصی داشت که بهش اجازه میداد همه چی رو به یادش بیاره. با استفاده از دانش و تجربه میتونیم هممون خارق‌العاده بشیم و هر زمان که نیاز به یادآوری اطلاعاتی داشتیم با استفاده از روش‌هایی که توی این ویدیو در موردش صحبت میکنیم خیلی سریع این کار رو انجام بدیم. در طول زندگی چیزای زیادی یاد میگیریم و اطلاعات زیادی رو وارد حافظه میکنیم، ولی همه اون اطلاعات رو نمیتونیم به یاد بیاریم برای اینکه بخش بزرگی از اون اطلاعات رو فراموش میکنیم. خب حالا میخوایم با استفاده از یک فرمول جهانی چند تا راهکار ساده بهتون بگیم که با انجام دادنش میتونید هر زمان که خواستید چیزی رو به یاد بیارید و بتونید به راحتی به اطلاعات حافظه دسترسی پیدا کنید. قبل از شروع بذارید ببینیم که چرا اطلاعات رو فراموش میکنیم. مغز ما مثل یه هارد درایو هست و فضای محدودی داره. شرلوک هولمز رو یادتونه؟ اسم هیچ کدوم از سیاره‌های منظومه شمسی رو نمیدونست. دلیلش هم این نبود که حافظه ضعیفی داره یا دانش و اطلاعاتش کمه. برعکس اون بسیار باهوش بود و میدونست که اطلاعاتی که بهشون نیاز نداره رو چطور از حافظش پاک کنه. کاری که مغز انجام میده اینه که از خودش در مقابل نگهداری بیش از حد اطلاعات محافظت کنه. بنابراین اطلاعات جدیدی که وارد مغز میشن وارد حافظه کوتاه مدت میشن، نه حافظه بلند مدت. پس اگر اون اطلاعات تکرار نشن به سرعت فراموش میشن. روانشناس آلمانی هرمن ابینگهاوس در زمینه حافظه و طریقه کارکردش تحقیقات بسیار بزرگی رو انجام داد. او منحنی فراموشی رو توصیف کرد که نشون میده که فقط 1 ساعت بعد از یادگیری موضوع جدید بیشتر از 50% رو فراموش میکنیم. 1 روز بعد فقط 30% رو به یاد میاریم و 1 ماه بعد تنها 10%. حالا ببینیم که چطور اطلاعات رو به خاطر بسپاریم که فراموش نشن. برای نگهداری بلند مدت اطلاعات در مغز تکنیکی وجود داره به اسم تکنیک تکرار فاصله‌ای. شما باید سعی کنید که اطلاعات رو به بخش حافظه بلند مدت انتقال بدید. حافظه کوتاه مدت به نسبت حافظه بلند مدت قدرت بسیار کمتری داره و مغز نمیتونه به سرعت و در زمان کوتاه اطلاعات رو درک کنه و اونها رو پردازش کنه. دقیقا شبیه اون وقتایی که شب امتحان یه درسی رو میخوندیم و فرداش سر جلسه امتحان هیچی به یادمون نبود. اگه دقیقا الان تو همچین موقعیتی هستی و فقط 1 روز برای امتحان فرصت داری، بقیه این ویدیو رو حتما ببین و یادت باشه 15 تا 20 دقیقه بعد از مطالعه مجدد برگردی و اون بخش رو مرور کنی. توی این 15 تا 20 دقیقه وقت استراحت کتابو کنار بذار و کار دیگه‌ای به غیر از درس خوندن انجام بدید. مجددا بعد از 6 تا 8 ساعت برای بار سوم اطلاعات رو مرور کن. در نهایت 24 ساعت بعد از دفعه اول یه بار دیگه اطلاعات رو مرور کن. این روش رو امتحان کنید و نتیجه شگفت انگیزش رو در بخش کامنت ها با ما هم به اشتراک بگذارید. حالا اگه هر نوع اطلاعاتی رو میخواید که به خاطر بسپاری که برای همیشه در خاطرتون بمونه، همونطور که تو تکنیک قبل توضیح دادیم، شروع کنید و 20 تا 30 دقیقه بعد مجدد مطالب رو مرور کنید. 30 دقیقه بعد درک متفاوتی از مطلب دارید و با مرور مجدد برای بار سوم متوجه میشید که درک عمیق تری نسبت بهش پیدا کردید. مرحله سوم رو دقیقاً 1 روز بعد از شروع یادگیری انجام بدید و مجدد بعد از 2 تا 3 هفته و در مرحله آخر 2 تا 3 ماه بعد مجدد اون مطالب رو مرور کنید. با این روش شما اطلاعات رو برای مدت بسیار طولانی به خاطر میارید و کاملا به اون موضوع احاطه پیدا میکنید. وقتی که اطلاعاتی رو برای چندین بار به همین ترتیبی که گفته شد در مغز یادآوری میکنید، مغز اون رو به عنوان اطلاعات ضروری پردازش میکنه و ازشون به شکل آماده باش نگهداری میکنه. حالا برای اینکه این کار رو بتونید راحت‌تر و سریعتر انجام بدید و یادگیریتون رو به شدت بالا ببرید، 11 روش بسیار کاربردی رو میخوام بهتون بگم. 11. وقتی که در حال یادگیری موضوع جدیدی هستید، همه اون اطلاعات رو کامل نمیتونید درک کنید. بخش یادگیری در مغز انگار که هنگ میکنه. مثلا وقتی که یه شعر یا غزل مفهومی و عمیق رو میخواید حفظ کنید، چون معنی اون رو نمیتونید کامل درک کنید، حفظ کردنش بسیار سخت میشه و اگه یک کلمه از شعر رو فراموش کنید، احتمالاً بقیه‌اش رو هم نمیتونید به خاطر بیارید، چون که شما فقط دارید کلمات رو حفظ میکنید و معنی حقیقی شعر رو متوجه نمیشید و نمیتونید اون شعر رو درک کنید، که اصلا حفظ کردن کلمه به کلمه موضوعات رو بهتون توصیه نمی‌کنیم. شماره 10.
در همچین مواردی کاری که باید انجام بدید اینه که برید سراغ اطلاعاتی که درک روشنی از مطلب بهتون میده و پیام اصلی مطلب رو پیدا کنید و اون رو با جمله بندی شخصی خودتون برای خودتون تعریف کنید. اگر فکر میکنید که مطالب خیلی سنگین و طولانی هستن، اونا رو به چند بخش تقسیم کنید و اون بخشی که اطلاعات مهمتری داره رو پیدا کنید و تمرکزتون رو بذارید روی قسمت کلیدی موضوع و اون بخشی که میخواید اون رو به خاطر بسپارید. برای بخشی که اهمیت کمتری دارن وقت کمتری رو اختصاص بدید. شماره 9. زمانی که در حال یادگیری موضوعی هستید، قسمت راست مغز که مسئولیت یادگیری موضوعات جدید رو داره در حال فعالیته و ابتدا و انتهای موضوع مورد یادگیری رو بهتر در حافظه ثبت میکنه. بنابراین اطلاعات رو به نحوی مرتب سازی کنید که اطلاعات کلیدی در ابتدا و انتهای مطالعاتون قرار بگیره. شماره 8. یادتون باشه برای یادگیری بهتر و حفظ کردن مطالب هر 15 تا 20 دقیقه 15 دقیقه مطالعه رو متوقف کنید و یک کار دیگه انجام بدید. مثلا پیاده روی برید، موزیک گوش بدید یا بقیه ویدیوهای ما رو نگاه کنید. نظریه تداخل ثابت کرده که هنگام یادگیری اطلاعات مشابه مغز اون اطلاعات رو در هم قاطی میکنه و ازش یه اطلاعات جدید میسازه. پس استراحت رو جدی بگیرید. شماره 7. متضادها رو به خاطر بسپارید و از متضادها تشکر کنید. مثلا اگه در حال یادگیری یه زبان جدید هستید، متضاد روز شب هست. اگه این دو کلمه رو با هم به خاطر بسپارید، وقتی که یکی از کلمات رو فراموش میکنید، با یادآوری متضادش کلمه دیگر رو به یاد میارید. شماره 6. حافظه جادویی بسازید. دوباره شرلوک هولمز رو به یاد بیارید. ساعت‌ها میتونست در ذهن جادوییش بگرده و اطلاعاتی که به هم مربوط بود رو کنار هم بذاره تا به یه نتیجه قطعی برسه. شماره 5. برای داشتن حافظه جادویی یه چیز خاص رو به یه مکان خاص ربط بدید. مثلا اگه تو اتاقتون هستید و دارید مطالعه میکنید، سعی کنید ارتباطی بین وسایلی که تو اتاقتون هست و اطلاعاتی که در حال یادگیریشون هستید پیدا کنید. مشابهتی که بین وسایل اتاقتون و ارتباطی که با موضوع یادگیریتون برقرار کردید رو چندین بار تو ذهنتون مرور کنید. شماره 4. میتونید وسایل مهم اتاق رو انتخاب کنید و بین اون و موضوع مورد مطالعتون ارتباط بدید. اونها رو جداگانه به خاطر بیارید و به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیمش کنید و کم کم اون رو در خاطرتون بسپارید. دقیقاً مثل اینه که ما با دیدن یا به یاد آوردن یه مکان خاطرات دیگه هم در ذهنمون یادآوری میشه یا با شنیدن بوی یه عطر به یاد یه فرد خاصی میافتیم. شماره 3. صداتون رو ضبط کنید. وقتی که در حال مطالعه کردن و یادگیری مطلب جدیدی هستید، با صدای بلند تکرارش کنید و صداتون رو ضبط کنید. تنها با چند بار گوش دادن به صدای ضبط شده خودتون، اطلاعات به خوبی در حافظه‌تون ثبت میشن. این کار ممکنه اوایل براتون راحت نباشه، همونطور که برای منم راحت نبود، ولی این روش جواب میده. با انجام این کار حافظه قسمت‌های مختلف مغز همزمان شروع به فعالیت میکنه و با بخش‌های دیگه مغز ارتباط برقرار میکنه. حافظه شنوایی وقتی که دارید صدای خودتون رو میشنوید، حافظه بینایی همونطور که اون لحظه‌ای که داشتید مطلب رو میخوندید چشمتون اون مطالب رو میدید و حافظه یادگیریتون با هم ارتباط برقرار میکنن و اطلاعات رو در مغز ثبت میکنن. شماره 2. موقعی که در حال یادگیری هستید به حرکات دست و پاتون و زبان بدنتون توجه کنید. این کار عضلات حافظه رو قوی تر میکنه. شماره 1. از بهترین و بروزترین روش‌های یادگیری استفاده کنید. کتاب‌ها و روش‌های خیلی زیادی بود که قبلا برای تقویت حافظه ازشون استفاده می‌شد. با استفاده از اون روش‌های قدیمی وقت خودتون رو تلف نکنید. تحقیقات جدیدی که روی مغز و حافظه انجام شده نتایج بسیار متفاوتی رو نسبت به اون چیزی که در گذشته بوده نشون میده. اون روش‌های قدیمی کاملا اشتباه شناخته شدن. با یه جستجوی ساده توی اینترنت میتونید خودتون مقاله‌های علمی این تحقیقات رو پیدا کنید. اگر شما هم روش‌هایی رو برای تقویت حافظه میشناسید یا انجامش میدید، در بخش کامنت ها اونا رو با ما هم به اشتراک بگذارید و این ویدیو رو برای کسایی که دوستشون دارید بفرستید. و البته فراموش نکنید که بعد از تماشا کردن این ویدیو فراموش میکنید
تمام این روش‌هایی رو که در این ویدیو یاد گرفتید رو دوباره تماشا کنید که با استفاده از این روش‌های فوق‌العاده حافظتون رو جادویی کنید. پس سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید.